31 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه BMW الیف دلشد سال تولدش 1990 ساکن شهر بختار هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد کوچه عینی شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомاشین تمغه تویوتا که تحت اداره راننده فوزیل و فردوس سال تولدش 1996 ساکن شهر بختار قرار داشت برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین تمغه تویوتا و مسافران داخل آن احمد حسین تویر جانویچ سال تولدش 2001 ساکن شهر بختار، اودینایف سعید جان توجدینویچ سال تولدش 1998 ساکن نویه کوشانیان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. این چنین راننده автомاشین تمغه BMW الیف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 31 دکامبر سال 2023 تخمین ساعت 16:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه تویوتا عزیزوف فیروزجان سال تولدش 2004 ساکن نویه فیض‌آباد هنگام حرکت از سمت شهر نورک به سمت شهر وحدت در روی ماشینگرد دوشنبه وحدت واقع در حدود جماعت دیوت اسماعیل شهر وحدت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دیوار کنار راه برخورده است. در نتیجه مسافران داخل автомاشین مذکور حسنوف بختیار سال تولدش 2003 ساکن نویه فیض‌آباد جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده. صمدزاده اکبرجان سال تولدش 2003 ساکن نویه فیض‌آباد در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینا با عریضه مرد 69 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 7 سپتامبر سال 2023 در نزد مرکز سودای سعادت زن 37 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 200,000 سومانی را همچون قرض گرفته وعده داده است که در مدت 1 ماه برمیگرداند، اما نامبرده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی 1 در نویه فردوسی عریضه مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که 28 دکامبر سال 2023 تخمین ساعت 12:30 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد خانه استقامتی شده از آنجا 12,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 28 ساله ساکن نویه یووان صادر نموده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت عریضه زن 43 ساله ساکن نویه فیض‌آباد وارد گردیده است که شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی و نقرگی را به مبلغ 16,820 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانزن 18 و دو دختر نابالغ 17 ساله ساکنان شهر وحدت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه ناصر خسرو با عریضه زن 33 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش وارد شده از آنجا اسباب‌های برقی ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند که با این کردارشان به جبر دیده به مبلغ 9,000 سومانی ضرر جدی رسانیدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 32 ساله ساکن امین نویه صادر نموده است. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد.